ما گفتیم که دولت مهم است، دولت محور است، همه باید دولت رو حفظ کنیم، در اطراف دولت متحد شویم. دولت مقدس است. پس شما میگی انسان در کجاست؟ انسان اگر در یک جمله بگیم در مرکز سیاست است. در مرکز سیاست همه گونه سیاست، دولت، فعالیت جمعیتی برای انسان است. دولت هم برای انسان ساخته میشه، سیاست هم برای انسان است، جامعه هم برای انسان است. عموما اگر انسان در محور نباشه فعالیت سیاسی معنا نداره. من دو تعریفی مشهورترین درباره سیاست اگر شما ببینید انسان چخیل است. ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی که یکی از پدران علم سیاست، پدران دولت شناسی است و اکثری در قریب 2000 زیاد سال است که مردم از همه ارسطو اقتباس میارن دولت چیست، سیاست چیست. و ارسطو در هم تعریف مشهورش میگه که سیاست هنری اداره کردن جامعه است. البته در کتابای دوره شوروی هنر هم میگفتن صنعت، مهارت، به معنای مهارت. یعنی ارسطو گفتن که سیاست چیست؟ ارسطو میگه سیاست این صنعتی اداره کردن جامعه است. خب ببینید ارسطو اکسنت یا تأکیدش بر روی خودی هنر اداره کنی گذاشته است. یعنی اداره کرده توانی همین سیاست است. حالا را با مکر اداره میکنی، با خرد اداره میکنی، با حیله اداره میکنی، با زور اداره میکنی. باید وضعیتی باشد که مردم اطاعت کند، مطیع شود، تابع شود، تو حکومت کنی. همین نامش سیاست. گفت که سیاست صنعت اداره کردن است. دوم پیر سیاست ما، اولین سیاست شناسای کسبی بزرگ ما ابو نصر فارابی که او را ارسطوی دوم یا میگن معلم ثانی. همین معلم ثانی در تعریف معلم اول یا تغییرات عجیب می‌دارد. میگه که سیاست فعالیت جمعی برای به سعادت رساندن انسان است. ببینید فارابی میارد انسان در هم درونی محوری سیاست میگذارد، نه هنری اداره کنی را. یکی سیاست فعالیت جمعی برای به سعادت رساندن انسان است. نظریه اسلامی، نظریه تاجیکی امین است. فارابی هم مسلمان، یکی از فیلسوفای بزرگ اسلامی و از فیلسوفا و دانشمندای بزرگ تاجیک. پس ببینید مفهوم اساسی مرکزی سیاست چی شد؟ خوشبختی. خوشبختی انسان. زیرا می سعادت به زبان تاجیکی میشد خوشبختی. خوشبختی. اکنون یک بار دیگر میگم در تعریف ارسطو سیاست صنعت اداره کنی جامعه، تأکید روی هنری صنعت، مهارت. در تعریف فارابی سیاست فعالیت برای به سعادت رساندن انسان. پس در مرکز سعادت انسان یا خوشبختی انسان. پس وقتی که سیاست این فعالیت برای خوشبخت کردن انسان است، خوشبختی چی است؟ خوشبختی انسان چی است؟ کمی باید در همین باره فکرامون با فکرهایی که تا حاضر داشتیم مقایسه کنیم که مفهوم خوشبختی چی است. این یک آدم میگیم یک خونه داره، تنش صحت است، این خوشبخت است. یک مفهوم های عادی است. در تاجیکی میگیم که تر کرده به آب میخوری میگذرد، میگیم خوشبختی است. لیکن در علم سیاست خوشبختی چی معنا دارد؟ در علم سیاست خوشبختی تعریفی بسیار معین دارد. انسان همیشه دو نوع احتیاجات و نیازها دارد. دو دسته، نیازهای مادی و نیازهای معنوی. انا که در سیاست میگیم که اگر نیازهای مادی و معنوی انسان در سطح ضروری تأمین باشد، همین انسان خوشبخت است.
خب نیازهای مادی چی است؟ نیازهای مادی پیش از همه است مثلا خودی حیات، زندگی، آب و نان یعنی تأمینات مادی، خود سلامتی، خود امنیت، استراحت. همین زندگی شایسته اگر به خلاصه گیریم زندگی شایسته یعنی روی خطی اگر بگیم نیازهای مادی انسان، زندگی، تأمینات نان و آب، جای زیست، امنیت، سلامتی، ادامه نسل، اینا از احتیاجات مادی انسان. و دسته دیون احتیاجات یا ضرورت ها یا به تاجیکی اگر بگیم نیازهای معنوی انسان. نیازهای معنوی انسان یعنی فرهنگ، معنویت، اخلاق، دانش، حقوق، آزادی، ناموس، شان و شرف، یا اصلا حقوقهای یا که نیازهای معنوی انسان. اگر فلسفه خلقت انسان گیریم هر دوی همین در وجودش نهاده شده است، هم هسته مادی هم هسته معنوی. اگر یکی از اینا بیرون شود او انسان دیگر انسان نیست، زیرا نه تن به روح انسان است نه روح به تن انسان است. بنابراین ما میگیم که جمعی نیازهای مادی و جمع نیازهای معنوی در کل هست نیازهای انسان. اگر اینمی جمع هر دوش تامین باشد همون انسان میشه خوشبخت. ولی داریم در این تاریخ فلسفه، دین، عرفان یا صوفیگری بعضی جاهایی که انسان ها افراط میکنن. مثلا بعضی میگن که من از بحر مادیات دنیا گذشته وجودی کاملا معنوی شدم، یا بعضی میگن من به معنویت و روح و اینا هیچ نیازی ندارم، من فقط وجودی مادی. هر دوش حالت انحراف است. یعنی دعواهای مطلق که من روحانی شدم یا دعوای مطلق که من بی نیاز شدم از معنویات و اخلاق همه چیز، اینا انحراف هم. بنابراین انسان سالم همین دو دسته، دو روی خطی احتیاجات دارد، مادی و معنوی. اگر هر دو همین برآورده شد میگیم انسان خوشبخت. حاضر از روی همین ما در سازمان ملل متحد و در دیگر تشکیلات های بین خلقی یک روی خطی عجیب است، روی خطی کشورهای خوشبخت. شما بینید که در روی خط کشورهای خوشبخت خیلی همین روی خط ترتیب میدهند. مثلا میگه کدام کشور در جهان خوشبخت است؟ میگن که همان کشور خوشبخت است که در آن همین احتیاجات مادی و معنوی انسان برای هر شهروند تأمین است. اگر در سالهای 72 82 عصر گذشته میگفتیم که کشوری از همه پیشرفته کجاست، کشوری از همه خوشبخت کجاست، ما میگفتیم امریکا، SSSR، چون که به کیهان رفت، بمب اتمی دارد، چند میلیون آهن استحصال میکند، چند میلیون تن پخته استحصال میکند. کشوری پیشرفته در تصور سالهای 82 92 عصر گذشته یک کشور پرقدرت صنعتی و حربی و استحصالی بود. ولی حاضر کشور خوشبخت و پیشرفته کشوری رو میگن که در اون انسان، یعنی انسانی مشخص خوشبخت باشد، نیازهای مادی معنویش تامین باشد. برای همین حاضر میگن خوشبخت‌ترین کشور در روی خط یکم ایستاده است مثلا نروژ، دوم ایستاده است سوئیس، فنلاند. در روی خط 10 کشور خوشبخت نه روسیه است نه امریکا است. چرا نیست؟ چون که خوشبختی رو دیگر از روی حساب نمیکنه که کشور چند بمب و راکت و آهن و تراکتور داره، از او حساب میکنه که انسان چقدر خوشبخت است در اون. مثلا وقتی در نروژ میگیره میگیم که درازی عمر از همه زیاد، تأمینات طبی از همه خوب، ورزش از همه خوب، سلامتی اهالی خوب، مرگ مادر و کودک از همه کم، خشونت از همه کم، امنیت از همه بهتر، معاش از همه زیادتر، شرایط استراحت از همه خوب. میگیم انمی کشور خوشبخت. اما SSR فرزند در کیهان، امریکا در ماه، بمبه های بزرگ اتمی، ولی زنی تاجیک در درون پختزار فرزند
در دوران دارو پخته چیده در اونجا تولد کرده، کودکش مرد از فرض. این دیگر خوشبخت نیست، گرچه ساکن یک کشوری دارای بمب اتمی هم باشد. پس معیار اساسی سیاست با همون معیار فارابی دوباره برگشت در جهان که معیار سیاست و دولت این خوشبختی انسان است. اکنون جای اساسی داریم که پس وقتی که هدف اساسی خوشبختی انسان است، چگونه این خوشبختی تطبیق میشد، چگونه به دست می آید؟ تجربه تمامی تاریخ بشر نشان میدهد که همین خوشبختی که هدف اساسی ماست تنها در حالت موجودیت دولت به وجود می آید. یعنی خوشبختی جمعی به وجود دولت امکان پذیر نیست. ممکن خوشبختی فردی یک نفر شود، یک نفر مثلا یک کوه رود، یک غار نمیدونم از همه چیز خودش رو دور گیرد و خودش رو خوشبخت حساب کند، حسی داخلیش. ولی یک ملت رو، یک جامعه رو فقط در حالت بودن دولت خوشبخت کرده میشه. بنابراین ما چه میگیم؟ پس ما اینجا دولت رو در مقابل انسان قرار نمیدیم. نمیگیم که دولت مهم است، انسان باید در خدمت دولت باشه، بلکه برعکس میگیم که انسان مهم است، انسان در مرکز است، دولت اون ظرف، اون شرایط است که انسان رو خوشبخت کرده میتواند. بنابراین وقتی میگیم که در فعالیت سیاسی ما دولت در مرکز باشه، او رو ما از همچون مکانیزمی یگانه و امکان پذیری تأمین خوشبختی انسان در نظر داریم. از این رو نظریه دولت محور در مقابل انسان محوری نیست، بلکه او همین انسان محوری رو که یک آرزو است، یک خیال است، یک آمال ابدی بشریت است که خوشبخت باشه، این نظریه میاد به این مکانیزم عملی میبخشد. میگه که بله خوشبخت میخواهی بودن، پس دولت داشته باش، ثبات داشته باش، امنیت داشته باش، فضا داشته باش، در همون فضا خوشبختی تا میکنی، وگرنه بی دولت این امکان نداره. خصوصا اکنون عصرهای اخیر، سالهای اخیر، این حادثه هایی که در اوکراین و گرجستان و ارمنستان، در سوریه و لیبیا و مصر و اینا در کشورهای عربی با نام انقلاب ها رخ داد، نشان دادن که وقتی که دولت شکسته میشد، دولت فرو میپوشد، خوشبختی انسان هم امکان پذیر نیست. این شما بینید سازمان ملل متحد دیروز گفت که حدود 6 میلیون نفر از اوکراین مهاجرت کردن، گریختن. 6 میلیون با یک 6 میلیون دیگه در داخل از شهرها گریخته به شهرهای داخلیش. خب یعنی قریب 2 برابر اهالی تاجیکستان فقط گریخته است. خانه هاشون زیر و زبر، همه امو خانه داشت، آرزو داشت، فرزند داشت، شاید میخواست این سال زمین گیرد، فرزندش دانشگاه رود، میخواست توی کند، میخواست یگان آرزو هوسش دررسد، خلاصه میخواست خوشبختیش به دست بیارد. ولی اکنون که دولت فرو پوشید، دیگه خوشبختی اونا خواب و خیال شد. حتی آرزوهای شخصیشون دیگر امکان پذیر نیست، نگیم آرزوهای سیاسی جمعیتی. حتی اگر میخواست شاید همین سال زن گیرد یا فرزندش خانه دار کند، دیگه فرزندش گتی گریخ رفت. اینا وقتی که دولت شکسته میشد، سرنوشت انسان هم میشکند. بنابراین تمام همون نقشه های شخصی ما فقط در حالت میشد که دولت و ثبات و امنیت باشد. از زمین رو جمهوری تاجیکستان همچه دولت مستقل، این آخرین شانس تاجیک ها هست برای باقی ماندن همچون ملت با همین فرهنگی که داریم. از این رو وقتی ما درباره اهمیت دولت گپ میزنیم، برای ما بازی بسیار مهم است برای تاجیکا، زیرا بدون دولت ما هم خیلی هضم میشیم، یا در فرهنگ ترکی یا عربی یا پشتو یا چینی یا هر چی باشد.
بنابراین دولت امروز برای ما نه تنها برای ثبات و امنیت و تامین حقوق و آزادی ها مهم است، بلکه همچنین برای حفظ شدن ما همچون ملت هم دولت نقشی کلیدی داره.